اینا امسال سال 2025 هم عید قربان و هم عید نماز در یک روز دو نماز شده، هم نماز عید قربان و امروز جمعه که هست روزی نماز جمعه هم در یک روز راست آمد. این نماز جمعه سحری که نماز ادا کرده بودیم امروز نصیب باشه اینا با ساعت 12:10 در مسجد مرکزی که با اصطلاح قطر نام داره این هم جمعه انشاءالله که خداوند قبول کنه. نماز جمعه را و جمعه بوده. السلام علیکم و رحمت الله.